پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 22 اپریل سال 2024 در قصر ملت با وزیر خارجه بریتانیای کبیر لورد دیوید کامرون ملاقات کرده. در این دیدار بریتانیای کبیر را که دخترش رخشانه امامعلی سفیر تاجیکستان در این شایگری است شریک مهم کشور خود در غرب نامید. ما بریتانیای کبیر را باعث شریک مهم در اروپای غربی میشناسیم. دولت ما به رشد تعقیب مناسبت‌های گوناگون جانبه با پادشاهی توجه زیاد ظاهر می‌نماید، گفته است امامعلی رحمان در ملاقات با کامرون. تفصیلات برنامه سفر رهبری اداره سیاست خارجی بریتانیای کبیر و نتیجه های مذاکره های کامرون با پرزیدنت و وزیر خارجه تاجیکستان نشر نشده است. در پی دیدار با کامرون، پرزیدنت تاجیکستان برای انجام سفر رسمی به ایتالیا و واتیکان رفت. خدمات مطبوعات پرزیدنت خبر داد که امامعلی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پرزیدنت در مسائل رابطه‌های خارجه، وزیران کارهای داخلی، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی، انرژتیک، نقلیات، فرهنگ، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشه‌آور و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. اگر بازدید از واتیکان برای سران کشورها بیشتر یک سفر رمزی باشد، سفر به ایتالیا برای امامعلی رحمان خیلی مهم است. دو شرکت ایتالیایی مسئولیت‌های اساسی در ساختمان نیروگاه برای تاجیکستان ایوتاً مهم روغن را در دست دارند. و احتمال غالب یک مسئله اساسی در برنامه سفر امامعلی رحمان میتواند مسئله ساختمان نیروگاه روغن باشد. وقتهای آخر دوشنبه به صورت خیلی فعالانه برای جستجوی سرمایه گذاری جدی برای انجام این ساختمان دست به کار شده است، ولی تا کنون برای دریافت سرمایه هایی که برای اتمام ساختمان نیروگاه روغن کفایت کند نایل نشده است. از طرف دیگر تازه چند روز پیش یک داعشی تاجیک با نام الهام سهرمانزاده در فرودگاه ریم پایتخت ایتالیا دستگیر شد و حضور وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده در هیئتی که امامعلی رحمان را در این سفر همراهی میکنند میتواند بیانگر آن باشد که یک موضوع دیگر ملاقات در ریم مسائل امنیتی خواهد شد. اما جنبه دیگر سفر امامعلی رحمان به اروپا بدون شک جنبه سیاسی است. ماه مارس سال جاری برخی فعالان مخالفین در اروپا شکایت کردند که مقامات امنیتی خویشاوندان آنها را در تاجیکستان برای بازجویی برده طلب کردند تا خویشاوندان در اروپا در روزهای سفر نوبتی امامعلی رحمان به این قاره مثل دفعه قبلی یگان تظاهرات اعتراضی دایر نکنند وگرنه اولشان را بد خواهند کرد. پرزیدنت تاجیکستان بار آخر ماه سپتامبر سال 2023 از برلین پایتخت آلمان بازدید کرد و آن روزها در برلین یک سلسله اعتراضهای مخالفین تاجیک دایر شد. به چند تن از فعالان گروه 24 تا میسر شد که کاروان ماشین‌های امامعلی رحمان را تخمباران کنند. اعتراضهای مخالفین به واکنش به طور بی سابقه تند مقامات تاجیکستان دچار شد. حامیان حقوق بازداشت دست کم 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین خبر دادند. همچنین به مقامات تاجیکستان میسر شد که به اخراج دست کم 2 تن از اشتراکچیان اعتراضهای برلین نائل شوند. مخالفین حکومت امامعلی رحمان که اکثرا در اروپا پناه بردند از دولت‌های اروپایی برای پذیرایی او انتقاد کرده میگویند در روزهای بازدیدش دیگر باره دست به اعتراضها خواهند زد. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف عمده نیروهای اپوزیسیون تاجیک در اروپا که فعالیت آن در حدود تاجیکستان فعلا منع کرده شده است در یک اظهارات پرزیدنت کنونی تاجیکستان را به بیش از 30 سال عمرانی‌اش طولانی ترین و خشمگین ترین دیکتاتور سطح جمهوری سابق شوروی و حتی خودکامه‌تر از لوکاشنکو و پوتین نام برده از آن اظهار تأسف کردند که کشورهای دموکراتیک چون ایتالیا میزبان امامعلی رحمان میشوند. پیمان ملی با برشمردن حوادث چون منع حزب نهضت، سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان، قتل عمرعلی قواتوف، هجرت میلیون‌ها تاجیک به روسیه و کشورهای اروپایی و گرایش روزافزون جوانان تاجیک به گروه‌های افراطگر و شرکت آنها در حمله‌های تروریستی نیز نتیجه سرکوبگری و نودبراری سیاست‌های امامعلی رحمان در 3 دهه اخیر است. با اعتراف خود امامعلی رحمان جوانان تاجیک تنها در 3 سال اخیر 24 حمله تروریستی در سراسر جهان از جمله در کشورهای اروپایی شرکت کردند. پیمان ملی در پایان اظهاراتش
از کشورهای دموکراتی به ویژه قاره اروپا طلب کرد که با دعوت امامعلی رحمان به کشورهای خود و دست فشردن با او از طرف سران این کشورها در مشروعیت دادن به رژیم خودکامه رحمان و نقض بیشتر حقوق بشر و سرکوبگری های بیشتر سهم نگذارند.